دشمنان انقلاب از روز اول آمدن تعبیر ادبیات تندرو و میان رو مطرح کردن. Hardliners chant death to America. It's those hardliners chanting death to America who've been most opposed to the deal. So the hardliners in Iran are actually going to come out strong. مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین. تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندند. به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست. بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب‌ها. عناصر تندرویی که در داخل نظام هست، بخشی از میانه روها در ایران اینها انتظار داشتن و امیدوار بودن که با این تغییرات خود تندروها نرمتر بشن. گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر، تعداد نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روها، تندرو کسی که دورتر از اون جریان تندرو و شماری از آنها گفتند فهرستی جداگانه خواهند داد یا با چهره‌های میانه رو و اصلاح طلب وارد فهرست مشترکی خواهند شد. آقای خامنه‌ای آدم خیلی تندرویی هستش و افراد تندرویی دور و برش هستن و از آدمای تندرو حمایت میکنه. از همه تندروترم اون روز امام بزرگوار بود از نظر اونها. امروز هم از همه تندروتر به نظر اونها این بنده حقیر هستن. در مقابل میانه رو تندرو نیست، در مقابل میانه رو منحرف است. به داعش هم میگن تندرو. داعش تندروه؟ داعش منحرف از اسلام است. اونا که میگن تندرو منظورشون کسانی است که در راه انقلاب مصممتر و پایدارترند. حزب اللهی‌ها رو میگن تندرو. میانه رو کسی است که در مقابل اونها تسلیم باشه. حالا کی تسلیمه در مقابل اونها؟ خوشبختانه خودشون هم اعتراف دارن، میگن در ایران میانه رو نداریم، همه تندرو هم. خیلی خوب، این هر حرف درستی. به اعتقاد خانم شرمن در نظام جمهوری اسلامی ایران میانه روی وجود ندارد. In Iran there are hardliners and there are hardliners. در ایران اسلامی یک دو قطبی وجود داره، دو قطبی انقلاب و استکبار. اون کسانی که توفاله‌های بازمانده از دوران غلبه استکباران و هر کسی که دنبال اونهاست، هم فکر اونهاست، خب اینا بله با انقلاب بدن. این دو قطبی هست.